دیگه چیا دیدی؟ ابرام جان، هر صدای پایی که از راه رو میآید میگویم تویی که میبرندت به قتلگاه. برایت می نویسم و پیش یکی از نگهبانها میگذارم، شاید روزی به دستت برسد. چند ماه است ندیدمت. 50 کجا باید پیت میگشتم؟ بیمارستان، قبرستان، قزلحصار، قصر. شاه اینقدر پرت و عقب از قافله بود و خمینی چنان آینده دلخواهی نوید میداد که کسی دیگر حرف بختیار را نمیخواند. نمیدانم چند میلیون نفر به پیشواز خمینی رفتند. چند هفته بعدش که روسری را اجباری کرد، بچه‌های خودمان را دیدم که موشان را میپوشاندند و امام امام میگفتند. معصومه تماس گرفته بود برای اشغال سفارت برویم. نرفتم. ما همه در حیرت بودیم. هستیم. سپیده‌ای که هنوز بر بامش ندمیده بود غروب کرد. چه شوقی داشتیم روز رفتن شاه. چقدر در خیابان جات را خالی کردم ابرام جان. چقدر سرود خواندیم و دلمان را برای آزادیت صابون زدیم. جوری برید و درید و شکست و ببست که حتی وقتی صدام حمله کرد و خرمشهر سقوط کرد، ما همه هاج و واج مانده بودیم برویم یا نرویم. تو اگر بودی میرفتی نه؟ ما را غریبه کردند حتی برای دفاع از وطنمان. عجبم از امام و ملا نیست، عجب از مردم خودمان، همین بچه‌های خودمان که چطور این همه را دیدند، باز حجاب سر کردند و سرود ساختند و پی امام افتادند. حالا دیگر چه سود؟ من هم زیر تیغم. اینقدر پیت گشتم ابرام تا خودم را لو دادم. میدانم آخر خط است. این روزها خمینی ماها را مثل ریگ میکشد. میآیم پیش خودت و پیش آن بچه هامان که به شوق انقلاب رفتند. فقط ابرام آرزو میکنم اول باری که از تو دارم را زمین بگذارم و بعد ببرندم. اسمش را جلو شاهد گذاشتم. اگر شکل خودمان بشود چه انتری خواهد شد. از تیرباران نمیترسم، اما ابرام میترسم کشورمان که سرود آبادی و آزادی میخوان به ویرانه‌ای بدل شده، جولانگاه اوباش و فواحش و اجانب و پلنگان و شیران. همه امیدهامان مبدل به یأس شده. آنچه یأس را مضاعف میکند دیدن همین بچه‌های خودمان است که من و تو را دشمن می‌دارند و به حاشیه می‌رانند. ایام سردی است. شاید روزی خودم این نامه را برایت بخوانم، تو از همه حبس‌ها بازگردی و از سردی روزهایم بکاهی. من با تو زندگی کنم، شاهد را بزرگ کنیم که دوستمان چه خوب گفت: شهید همیشه زنده نباش، مردم من، شهر من، عشق همین چند روز من باش. شب است و چهره میهن سیاهه، نشستم در سیاه